سلام. امروز من میخوام یک انیمیشن بسازم با استفاده از مدل های مختلف هوش مصنوعی که رایگان هستن. تا این لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم الان ما شهریور 404 هستیم و میخوام ببینیم چجوری میتونیم کار انجام بدیم. من توی این ویدیو از مدل های مختلفی استفاده میکنم که بتونم کارمو پیش ببرم. حتی الامکانم تمام کارها رو میسپارم به هوش‌های مصنوعی مختلفی که در واقع در ادامه بخوام باشون کار کنم. ما مدل‌های مختلف معروفی داریم الان، مثل چت جی پی تی که دیگه سرآمدشونه، مثلا دیپ سیک هست، مثلا جمینای هست، مثلا کوپایلت هست که من امروز میخوام از جمینای استفاده کنم. چرا؟ مثلا جمینای توی تولید تصویر محدودیت نداره و این خیلی امروز به کار من میاد انیمیتد ساز. من میخوام چیکار کنم؟ اول یه سناریو در بیارم، یعنی یک خط داستانی در بیارم، بعد برم سراغ تصویرسازی اون خطوط داستانی، بعد برم سراغ متحرک سازی اون در واقع پلان های مختلف، در واقع هر تصویری بخوام متحرکشون کنم، بعدش برم این تصویر رو هم دیگه متصل کنم، بعد که متصل کردم سری مورد علاقه خودم رو بذارم روش و آخرش یه ویدیویی رو در واقع بسازم، یک انیمیشن حالا به هر در واقع زمانی که خودم در نظر دارم میتونم باهاش بسازم. شروع می‌کنیم. ما برای شروع گفتم من میخوام همه کار رو بسپاریم به هوش مصنوعی مختلف. میریم با استفاده از جمینای میخوایم یک سناریوی جالب در بیاریم. چجوری؟ من خودم رو جای یک معلم ابتدایی میخوام جا بزنم امروز. خب من مثل معلم ابتدایی میخوام فکر کنم. مخاطب من کیه؟ بچهای دبستان. بچهای دبستان به چی علاقه دارن؟ طبیعتا انیمیشن اولین آپشنی که تو ذهن من میاد. چه انیمیشنی؟ مثل بچه رئیس، اونی که من میدونم مثلا باب سنجی، سگ‌های نگهبان و اینا. من می‌خوام امروز از کاراکتر باب سنجی استفاده کنم. ولی خب می‌خوام اینو یه مقداری ایرانیزش کنم. پیش میریم با هم. میگم که آقا من میخوام برای آموزش، میگم همه چیزو از خودشون پرسم. برای آموزش چه میدونم رشد یک گیاه یک سناریو طراحی کنم. من میخوام بهش اطلاع بدم که این سناریو رو کاملتر رو من طراحی کنه. در این سناریو با اسفنجی نقش اول من هست. این قصه در تهران اتفاق میفته. در این سناریو میخوام با اسفنجی مثل یک دانش آموز تمام مراحل رشد گیاه رو مشاهده و تجربه کنه. دیگه چی مثلا اضافه کنم؟ همین فعلا اینو بدید تا بعدش بریم چه پیشنهادی رو بعد روم اضافه کنیم. یک سری جزئیات مختلف اضافه میکنیم. خب این انگلیسی جواب داده که این فارسی جواب بده. واسه سناریو رو فارسی به من بده. خب بخش اول رو به تهران. تو اصلا جوری میگی با اسفنجی وارد تهران میشد، در یک بیکینی باتم نیست، اون دیگه در بیکینی باتم نیست، فلان. یک خانواده به نام آقای کریمی اقامت داره، بله، بالکن زیر بالا فلان دارد. اوکی برخواست شدنه. بعد بریم سراغ اولین جوانه، برگ و ساق گل. خیلی هم خوب. خب من بگم که آقا میخوام بخش اول رو برام تصویر سازی کنی. حتما بذار یک المان مهم از سرتون، حتما برج میلاد در این تصویر حضور رو داشته باشه. داشتنم باز بد نوشتم. داشته باشه. بریم چجوری تصویر سازی میکنه. بعد خودمون با استفاده از با کمک خودش اینو میتونیم ادیت کنیم. در حال تولید تصویر ببینیم چیکار میکنم. البته اینم بگم که به هر حال برای استفاده از این هوش مصنوعی مختلف چه بهتره که از VPN استفاده کنیم. VPN خوب
مثلا من خودم میام تا این تصویر تولید میکنم اینجوری وی پی ان توضیح بدم. مثلا من از پروتون وی پی ان استفاده میکنم که وی پی ان خیلی خوبیه روی نت ایرانسل، چون من از هات اسپات گوشی استفاده میکنم. نت ایرانسل با پروتون وی پی ان خیلی سازگاره، همیشه وصل میشه و وقتی که وصل میشه سرعت خیلی معقولی داره، خوبه و رایگان هم هست از همون بهتر. خب ببین چه تصویری به ما داده. این ورود به تهران، این باب سنجی، اینم شهر تهرانه، ورود داده به شهر تهران. خیلی هم خوب. مثلا من شهر تهران میگم یه ذره مثلا چیزش کنه، کارتونی تر کنه. میخوام تمام اجزای تصویر کارتونی باشن، جوری که بچه‌ها خوششون بیاد. ببین چیکار میکنه، اگه خوب نبود چه همون استفاده کنم. آره از وی پی ان پروتون وی پی ان استفاده میکنم من همیشه، خیلی ساله، تقریبا از زمانی که یادمه سال 98 9 دارم پروتون وی پی ان استفاده میکنم. خیلی هم جالبه دیگه. خب یه مقداری کارتونیزش کرده آدما، ولی همون جوریان. البته من میگم اوکی، یعنی چیز بعدی در نیومد. این دومیه رو من سیو میکنم. اولیه چه جوری بود؟ اولیه زد مثلا متعجب. بده دوم اولیه رو سیو کنم، دومیه رو سیو کنم. اینو من نگه دارم. خب میگم بریم. خوب بود. بنویسم خوب بود. بریم برای تصویر سازی بخش 2. بخش 2 رو تصویر سازی میکنم. لیکن بگم مثلا شما، من دارم یک مثال خیلی جنریک و معمولی میزنم. مثلا شما یک داستان پرداز خوبی هستی یا نه، اصلا با خود جمینای چت میکنی و به داستان خیلی با جزئیات بیشتری میرسی. به جای 5 قسمت داستان شما، البته اینم چیز شده، اینجا داره تصویر دوم به ما تحویل خانواده خانواده کریمیه، اینا با بساجی وارد خونه‌شون، اینا که دارن با هم دونه میکنن. خب حالا من اینو میارم، اینو سیو کنم. آقا شما میتونید دیتیل بیشتری داشته باشید. به جای 5 قسمت میتونید مثلا 15 قسمت داشته باشی، 15 تصویر داشته باشی، هر تصویر تا مثلا 5 ثانیه متحرک کنی که توضیح میدم. 5 تا 15 تا مثلا میشه یه چیز نزدیک 75 ثانیه دیگه، نزدیک 1 دقیقه و 15 ثانیه میتونی انیمیشن بسازی به راحتی هر چه تمام. این چیزی که برای ما میمونه، برای من، حالا من معلم یا هر کس دیگه میمونه دیگه، چیز جالبیه. شما میتونید توی پلتفرم‌های مختلف به اشتراک بذارید بدونید که حتی کپی رایت بخورید، چون علی‌رغم اینکه شما از اسطای مختلف رایگان استفاده کنید بهش کپی رایت نمیخوره و این اورجینال حساب میشه. خیلی خوب بودیم، خیلی خوب بود. 4 چوب تصویر سازی رو در همین حد نگه دار. بریم برای بخش 3. بریم چند بخش بود تا اینو میسازه. به من گفته بود که بخش 4 مثلا 5 قسمت. آره دیگه، میتونید شما دیتیل های مختلفی رو در نظر بگیرید براش و مثلا من میگم 15 تا، شما ممکنه مثلا بتونید چه میدونم 30 تا تصویر داشته باشید. این 30 تا تصویر میتونه خودش انیمیشن یهو دیدی مثلا طولانی میشه. خب بابا سنجی اینجا گلش در اومده، اینم برج میلاده معلومه، مثلا خیلی جالب و قابل تشخیصه، خیلی عالی بود. بریم واسه بخش بعدی. بریم برای بخش 4. من راضی ام از این کیفیت. ممکنه شما بیننده راضی نباشی، ممکنه هم مثلا میخواد تغییرش بدی، شما راحت بتونید تغییر بدید. من راضی ام. ببین شما وقتی تصویر نگاه می‌کنی، من اینو بزرگ کنم تو صفحه اسخای می‌کنم، این کاشی‌های ایرانی، این آجرایی که اینجوری کار شده و ایرانیه، این بالکن داشتن به این سبک خیلی ایرانیه، این برج میلاده، اینا به نظر من خیلی قابل قبوله و میشه روش حساب کرد واسه انیمیشن. مثلا من راضی ام. ممکنه شما مثلا بخوای تغییرات مختلفی بدید. یعنی بخش 4 بخش 4 رو تدبیر سازی میکنیم با هم دیگه. ببینید چیکار میکنه برامون. جالبه دیگه. مثلا من زمانی یادمه که تولید هر کدوم از این تصویرها یک گرافیست نیاز داشت. گرافیستا معمولا قشر
گرون تولید محتوا بودن، ولی الان با چند کلیک و یک چند تا دستور مصرفی اینا میرسیم. خیلی دوران جالبیه برای من. این که اون دوران رو زندگی کردم و این دوران رو دارم میگیرم، این کانتراسته و این تناقض خیلی قشنگ و باحاله. با این گله دیگه خیلی بزرگ شده تو حالم هست. همین رو نگه میدارم و میرم برای بخش 5. بریم برای بخش 5. یعنی دوربینه هم جاشو عوض میکنه. اون پیووی که من دارم از ماجرا رو داره عوض میکنه. اول از این بره بالکنه، بعد از این بره بالکنه. اولش شهر تهرانه، بعد خانواده کریمی یا خانمی که در واقع تاثیر جالب. اینم از گلی که آخر داده، به نظر من خیلی جالب و قابل تأمل واقعا. خب این تا اینجا شد بخش تصویرسازی. تو ویدیو بعدی میریم سراغ متحرک سازی این تصویرها. فعلا